سال تولد منی هم ندومش 60 سالم تولدم ها در نمی افغانستان در نمی حکومتیش نکین آغاز طالبان گرفتن سال 1991 گذشتم در میجا دب کرت میگره که نمی نسای طالبان میگیرن می یک زنی تاقبیم در یک حولیم یاش بیم ای بدنامگی دنیا و ای شرمندگی دنیا گریختم الاتکه گریختم اومم در شوکا سه در خونه داشتیم یک در لیزت هر سهش علاوزان باور اگر بکنیم پلاک پوشنی نداشتیم که ملاق بپوشیم یکی که هر جا رای موکرنکی پوشیم امو شو گریختیم در مدرسه میگن در نمو جنده گریختیم که ما زندگی دارم ما با این رفت اومد میکنیم همسایه نغز آدمی هنرمند با هنر گل دوزی میکنم برای دخترامون برای پسرامون تاقی میدوزه نه چکدان میکنه تنور میسازه همه هنرها را داره این سر لباس افغانی قطعی اومد بعد با موافق ما لباس دوغ بای خودش یک تقایی داشتم گفتن که او در ویانی کار میکنه و اونیت دولت داره اونیت مرک کلانه نیت چیست بیاد همی خاردات بای امو داخندم نبودیم تقایی مفند میکنن تقایی نیوم خونه و درش ببینه یا صغیره هاش ببینه یا یک چیش از زندگیش ببینه میایم در اینجا مردک در هیچ جا کار نمیکنه مردک مصطفی دست مردک صغیره 5 تا صغیره داره 2 تا دختر داره و 4 تا بچه داره 2 سالشون دو بعد هم دختر متولد شد به خاطر همین دخترم هم تمام من تا جون مسقه سری همین دخترم کردم نه چله را خودم ساز کردم خودم دیوال کردم خودم نون چی نمیخورن نونی نمیخورن این مرغان نمیخورن مرغان این کرکه میگم پایون نروانه چوچوش بدن بش برون سگ پشکی گشو بخوره یک تنکه یک همسایه گرفتم 3-4 تنکه یک بچه خیر کرد خوناش کنس تنکه نو زد و من نمو کلنا رو اونا رو زدم من بچه ندارم شو ندارم خودم نمتم میکنم که خیلی رای گاو مال بند گرفته نمی زندگی کنم نمی جنده استقامت نمی تریزا خونه و طرف مبین او خونه خاکی بی او چپشی خاک با چی دیگه آورمشو نمی خریدم زش کردم که در نمی جنده خیلی زندگی میکنم چی میکنم ندارم شرایط ندارم کسی اینه نمیره نه این حال ما ببینه که خیلی حال داره زمستون ده برف بگوی نمی کم هر سال کمی که بگم هیچی برف نزست 2 متر میزنه شاو خواو میگرم پگه میخیزم که برف او تار میاد در نمی در سخت دارن چی میکنم که سخته خیلی نمیتونمش میگردم میشینم در خونه یک کسا میبینیم که بربر او صدای دم میشنم میگم می جانشی بیاد نمی جرم ذرایی پک منم در ما بشکم و بیرون ببرم ام برف میزنه زمستون سخته او ندارم
و رفتن ندارم. حال زار دارم وای. او کسایی که صاحب داشتن، کسایی که جون داشتن شلنگ در درای خونه شو کشین. من هیچ کس ندارم، نه او ندارم هیچی. یک نمی بچه نمی همسایه را که خدای در دلش بدازه میره وای او نمینا یک دو بوچکه او میگیره میاره. غمشگل؟ غمشگل خب برو ببینم تو چی حال داری؟ خب بیا خب بیا. شما خب بیا. السلام. بعد مردن شوهرش چقدر زمین و چیکی اوچسکای نزد حولگی و درختی که از شوهرش بود به همین به نام دخترش گذاشتگی اند. اون خانه و درش همون باغراش همون. لیکن در مسئله یاری دادنی که زمستان برف نه و یگون لینچای آردیم چیش بردن یگون بارش و همین بچه ها با اختیار خود رفته خاله غمشگل برفاش برویم یاردم کنیم می بیایند. السلام علیکم. و علیکم السلام. تو بیا بچه جونم سازی نغزی وقت خوشت در خونه همه سازن کلین مادرت همه سازن در خونه. خوب خوبم. با خالای غمشگل احترامی خاص دارم. وقتی که از شهر میام بعد از خبرگیری پدر و مادرم امکی کلانی و امکام حتما میام همون روزی که اومده باشن اگر ساعتی 3 باشه یا 4 باشه یا ساعتی همین مثلا بیگاه نشده باشه یعنی شام نشده باشه حتما میام خالام خبر میگیریم که چی حال دارن. در مسئله علف درو باشه در مسئله کارهای خوجگی باشه حتما که من کمک میرسونم. مادرم یک گپ دارن یک گپ همه وقت تاکید میکنن که برای یک مرد باید یک دست پاچش خدایی باشه. که با معنی نیست که دست پاچت باید انا خط کنی و خدایی کنی. با اون معنی است که حتما اگر که یک دست پاچت برای زندگی خودت حرکت کند باید که یک دست پاچه اگر دیگه برای مردم نیازمند برای مردم این خدمت کنی. نمی میمون که داشته باشم خدم علاو میکنم، نداشته باشم در نهی وقت نونی 3-4 تا کنم ویرو میگرن. بعد اینم دین پره دنون در جای می جمگله دیدم جا بستم میمون داشته باشم خدم دارم چکدون علاو میکنم. اینا چکدون های مهنت های دستی خدم میزنم. برای برف بارون امی 2 روزگه برف بارون چی نمیجغره با هر سال میزنمش. هم فکی گذران دنیا گذرانه کارا اینا چارگی و چی جای کخنی نداریم. این نه اینا شد چی من جنده نه چای من میمونم چوب کنم کخنی مهنی ندارم. نه یک روی بنگنه هم که هم مومی هم توت پوت چیره مومی نه جشن چای کنی اوقات کنی چوب کنی. من این بالاش میمونم ایشه رازیت کرده. ها خوفکه پیشتا خونه مدیه نه یک خونه یک زنه که تاقه کم بغلانه نه و کاغذ خونه ساز کردم. این نوجش فنیره این نوجش فنیره کراو تا این هم خونه بالاندمو بین خونه بالانده ایمو جا آوریم شون بالا سلفانه برای بارون ولی مال اینی که تنکا میچکن ترق جنده او چی میزنه بابا جروبی ام تشو میکنم خواستنی پیش میریزن خواستنی قفا. شیشه نداریم شیشه ایکو داریم تریزه چوب کنم بچم
تلفنشو میکشم فکی یک تریزم یک خیله یک تریزم یک خیله چم یک تلویزیوره کی بیرونای جگه پیگه تلویزیوری نیست که این ساز باشه یا بند من داشته باشه نمی بعض چار ایرانی رو میگیره و یگان چیز دیگر رو نمیگیره. اینا در ناینش کفنی آمن یک سانی کفنی در ناینش نیم تا جغیل پغیل هم تا دسترخونم خیم چیزی نوبکار در ناینش با رشته و پارگی تاقیدوزی و نمتری چیزایی خیلی نمتری مرکه های یردم میکنه برای نونپزی برای خوراکپزی یردم میکنه در همسایگی میره و برای دخت دوز برای عروسا کرپه میدوزه بالیش میدوزه کرپچه میدوزه همه چی را هنر داره همه هنر داره همه کار میکنه. باور کنی یک قاپنده چهارمغز بوریم همین قسم پون بوریم چی ده به همون دختران شهادت نما بودن به خیلی شهادت نما بودن خیلی چی همی جشن کردن نیکی مموندم در نمی جنده و چی فامیل پدرشه نزداشای و سشریف داخلش که بابا نمی پوگزنیم با رفتم در قلعه با مکتبش داخل کردم نیکی افسوس که مکتبش جانمر کرد میمونه فارس که مکتبش هم تا بود بخونه و بعد شوهر کنه خیر برای نمی خیش پدراش دیگر رهبریش کردن شتا و شو کرد. من حال در نمو دشت لیجنده 3 تا فرزند داره 1 سال بوغالتریش خوندم 3 سالگی مکتبی چی را خونده است در قلعه خنبر خیلی 11 سال در اینجا خونده این عیدست من صغیره بی پدرش مرگی و هم قیدست ماما اوزی شهروندی تاجیکستان نیست لیکن اگر نمیدانم من قاعده یوریدیکی رو نمیدانم من سیاست شناس حقوقدان و یگان چی نیستم پرکراری نوم است تا بخیزم برم میرم میگه که خالا جان آخه یک خط بیار من خط کی بیارم نامعلوم با میگن که رئیس ناحیه نوشی است خیزم که برم بهم رئیس ناحیه بگم خیلی نمتری خیلی ما شبکه گرفتیم خیلی حکومت نبیم خیلی ما دروازیم نمتری همه حجت لاق تنها بیسترهای خواه همه بسختن همه دادر مادرمو بمورن بکشتنشون برنم خط بیار و هر کدوم وظیفه داره که نوشیم 3 باری رفتن نه پاسپورتم دا و نه ایرایی برا پای میبینم دوستای شیرین من نمیدونم کی میبینم میشینم و میخیزم و در میگیرم سنگای خنک که با جگر میگیرم سنگای خنک که در جگر میگیرم خدم تاییکو اونا تاییکو ساره ما ایم دیگر جدای مدل منصد پاره